چقدر رستم جان گرفتی بعدم ماشینو گفتی یا برادر سومتا داد نداد چطوریش این بود نه اولی عیکی جو بچه پیاده رفتم یوزه چقدر کمامی برام شد تا خونه شم برمای هم کس ندیز در اکا احسان بیا اکا جان بشینه مخیمو پیشت آمد اگه اومدم یا درست پس رستم جان ماشین میگیرم ماشینش هم بشویم اما کسا میریم میشویمش یک دقیقه سلام علیکم دادا خونه اکا اسمشون داشتگیم خوب دادا آزیمیم بچه ها بخشیش دیر فیلم دادم زنگزیسه ها گنه مرم پیاده مرم برد ها مایلی ها دادر جان علاقه ده احتیاط کنی خونه چوبه نمید جان بره دیر خونه بریم رحمت کلون اکا خدا نگهبان مرد دادم زنگزه داده با سروشون احتیاط کنین علاقه دا بشین بارم جان دم میتر بشین اکا جان مرم برم ساعت به دی شب شده که نه 10 minut دیگه بشین دادر جان قطعی من اکا جان من امکانیت می داشتم تا سهر قطعید میشتم اکا جان خونه در مرینده اتم غرغر میکنه اکا جان خیلی تره بگوی اکا جان خونه در ماشین چی غم داری من کیده گفته ایستا میگه پورا من ده حواست کرد بارون جان خیلی چیزی رو حواس نکرده میشده اکا جان خونه ما ده حواست کرد آکا ما چی؟ کلتی ماشین کلتی خونه همه چی چکا کنم اکا جان؟ ده اختیاری تو همش دادر جان شوخی کرده چی اکا جان؟ خیلی چیزا فقط در کینوه نه دادر جان شوخی ندارم نه که باید شرط چی شرط اکا جان؟ پدر تماده میتی چی؟ من نفهمیدم اکا جان تو کده بایگری در نظر نگه او کسا با هیچ چیز حلیش کرده نمیشه اکا جان همه مرا بای میگم همه حواسی مرا میخرم همه حواسی خونه و داری مرا میخرم نکی وقتی که پدر دبردن باشه هیچی در نظرت نمیتو برایم دادر جان کی بده بای در حقیقت ما بدم باید اکا جان اکا میتونی برای دو داریم ها الله نگهبان اکا جان ما دوست میدونم احتیاط کرده تمام بودگری دنیا در پیش پایت هیچیه پدر خدا رحمت کنه خانه خالیست همه سرسان خانه بی تو مثل زندان خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان